این برج 36 طبقه که من جلوش وایسادم در بهترین منطقه منهتن واقع در نیویورک، متعلق به من، شما و تمام ایرانیایی است که این تصویر رو دارن میبینن. این برج توسط محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران خریداری شده. بنیاد پهلوی سابق و بنیاد علوی کنونی. ارزش این برج معادل 5 میلیارد دلار، 500,000 میلیارد تومان کنونی برآورد شده. در حال حاضر مالکیت این برج به صورت اشتراکی در اختیار بنیاد مستضعفان جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران است. به رغم حکم دادگاه ایالتی مبنی بر توقیف و فروش ساختمان به نفع امریکا، دادگاه فدرال فروش و توقیفش رو متوقف کرد و همکنون توسط پلیس FBI ساختمان نگهداری میشه و کنترل میشه. یک برج 36 طبقه در کنار برج‌های خانواده راکفلر، ثروتمندترین خانواده امریکا، این قرار داره. از گارد ورودی دم در خواهش کردم که منو اجازه بده برم داخل فیلم برداری بکنم و چند تا سوال ازش بپرسم که متاسفانه این اجازه رو نداد. این برج از کمپانی ساعت‌سازی پیاژه که یک شرکت سازنده ساعت‌های لوکس سوئیسی بوده خریداری شده. در مرغوب‌ترین منطقه منهتن واقع شده، جایی که کمپانی‌های متمول و ثروتمند مثل رولکس، مثل تسلا و مایکروسافت دنبال وجب جا هستن برای تأسیس مجدد دفاتر اداری خودشون.